ژیرینوفسکی پیشنهاد کرده است که ورود مهاجران به روسیه محدود کرده شود. کرونا ویروس در تاجیکستان، نگاه داشتن قدرت و یا نگاه بین مردم. ازبکستان، تنقید کردن ممکن نیست، تعریف کنید. خروج ذهن‌ها از تاجیکستان، تهدید برای کشور. Ребята очень сейчас находятся на тяжелом состоянии, как бы у них и деньги нету, и на квартплату нечем уже платить. Они как бы تقدیر مهاجران مهنتی به پشتیبان از آسیای مرکزی باز با برخی از سیاستمداران روسیه روی به افزایش است. همینطور رئیس پارتیای لیبرالی دموکراتی روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی پیشنهاد کرد که ورود مهاجران به روسیه پس از پاندمی محدود کرده شود. مهاجران مهنتی زیاد کشور ما را ترک کردند. بازگشت آنها را باید محدود کردن لازم است، گفت ژیرینوفسکی به آژانسی مسکو. طوری وکیل پارلمان به خبرنگاران اظهار نمود این برای نگاه داشتن جایهای کاری برای روس‌ها ضرور است. الحال شهروندان بیکاری ما زیاد خواهند شد و جای کار برای آنها مهیا می‌گردد. علاوه نمود سیاستمدار. یادرس میکنیم که قبلا صدها شهروندان قرقیزستان و ازبکستان به سفارت کشورشان در شهر مسکو آمده بودند و طلب کردند که سفارت در تشکیل پرواز چارتری به وطنشان کمک بکند. مهاجران مهنتی که بیکار ماندند میخواهند به وطن برگردند، اما مرزها بسته شده است. بسیاری ها علکه مبلغی داشتهشان به پایان رسید و آنها به منزل ماندند. Была у нас работа, ну из-за карантина закрыли там, где мы работаем. Финансово нету дохода, ничего. تعداد مبتلایان سیرایت کرونا ویروس در تاجیکستان به 3000 نفر رسیده است. خبر می‌دهد رادیو آزادی. طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تا 25 می 3100 نفر در کشور سیرایت یافتند. 1395 نفر بیمار شفا یافتند. 46 نفر وفات کردند. در همین حال در رویخط معمولی قربانیان کرونا ویروس در اینترنت نام زیاد از 349 نفر قربانیان التهاب شش و کرونا ویروس را ذکر می‌کنند. رویخط مذکور بر اساس گزارش رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نزدیکان وفات کردگان تهیه شده است. بسیاری از کارشناسان و شهروندان به درستی آماری رسمی شبهه می‌کنند. داخل کانسر، داخل یگان تالوری مجلس در ضمن یادرس میکنیم که مقامات تاجیکستان تا 30 اپریل در کشور وجود داشتن حادثه‌های سیرایت کرونا ویروس را پنهان کردند. هرچند همه روزه گزارش‌ها درباره افزایش بیماران التهاب شش و فوت از این بیماری پهن می‌شد. مشاهدان قید می‌کنند که قبل از اعلان رسمی حالت‌های سیرایت از طرف مقامات کشور، یک قطار کشورها و سازمان جهانی بهداشت با تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه برای مبارزه علیه کرونا ویروس پیشنهاد کرده بودند که آن را مقامات کشور همچون کمک به مردم گویا از جانب جناب انتقال می‌کنند. طبق نتیجه‌های ماه‌های ینور اپریل سال 2020 از 43 کشور به تاجیکستان به مبلغ 7.7 میلیون دلار کمک بشردوستانه ارسال شده است. خبر می‌دهد آژانسی آمار نزد پرزیدنت جمهوری. در چنین حالت کارشناسان یک سوال عاقلانه را پیش می‌گذارند. تمام کمک‌های مالیوی و مادی که از دیگر کشورها انتقال شده است به کجا رفتند؟ بینندگان گرامی، از جریان رسانیدن کمک پیشوای معظم ملت به ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی طبیبان و دیگر کارمندان ساحه تندرستی، تقویت تدبیرهای پیشگیری از پهنشوی و معالجه سریع‌وقتی بیماران گرفتار کرونا ویروس نو یا خود PFL yoki OFA o'ziga oladigan joyiga O'zbekiston 24 kanal deganingizga. محرر و کارگردان شبکه تلویزیونی ورزش که شبکه تلویزیونی ازبکستان 24 برای انعکاس حادثه آبخیزی در ولایت سردریا را تنقید کرده بودند، از وظیفه‌هایشان سبکدوش کرده شدند. در این باره آژانس اطلاعاتی فرغانه با استناد به منبع خود خبر می‌دهد. جمال الدین باباجانوف و بابور اکمالوف هنگام پخش برنامه فوتبال پلوس در رادیو آریت دانا، شبکه ازبکستان 24 برای زینت دادن وضع کنونی در آبانبار سردابه تنقید کردند. با گفته باباجانوف، کارگردان شبکه تلویزیونی ورزش،
پس از تماشای لوحه شکستن سربند فکر کرده است که سردابی ها از آبخیزی خوشحالند. qilamiz ki bizga madadkor bo'lsin. Oxirgi ko'rganimiz shu bo'lsin. Katta rahmat. محرر شبکه ورزش اکمالوف با او راضی شد. شهروندان خوشبخت را که توسط شبکه تلویزیونی نشان داده شده است با شهروندان کره شمالی مقایسه کرد. odam bilan suhbat bo'lgan ekan, bizning prezident oldiga mop chiqishmadi debdi-ku. O'qidingizmi? Televizorda chiqqanlar hammasi uyiga suv yetib bormay, umuman boshqa tomonda yashaydigan odamlar. Ko'rdingizmi, televizorda hamma xursandchilik bilan ana prezident kutib oldi-yu, haqiqatda ularni ko'rsangiz, bular bir Shimoliy Koreya fuqarolar deb o'ylaysiz-da. Uyini suv bosgan odam unaqa baxtli ko'rinmaydi-da yuzi. Gul tabassum yuzlarda hammasi semirib yotgan, hozir osh yeb chiqqan yuzlari qip-qizil, tirsillab turgan. در پاسخ سرور شرکت رادیویی و تلویزیونی ملی علیشیر خوجاєв روزنامه‌نگارانی در بالا ذکر شده را در ویران کردن آداب کورپوراتیوی و اینچنین تنقیدی نامناسب در فعالیت گروه کلان که آنها از دیگر پلتفرم‌های وسایل اخبار عامه در وقت وزنینی برای کشور کار می‌کنند عیبدار کرد. بعدتر تمام موادها از جای اولین نشر شده دور کرده شده است. یادداشت می‌کنیم که 1 می سال جاری در نتیجه ریزش سربند در آب انبار سردابه چندین نقطه‌های اهالی‌نشینی ولایت سیردریا را آبزیر کرد. در نتیجه آبخیزی راه‌ها و پل‌ها، خانه‌های استقامتی و اینفراستراکچورها در زیر آب ماندند. На городскую станцию скорой медицинской помощи. Пожалуйста, не кладите трубку. شهروندان تاجیک که طرف بیشتر شناسنامه‌های روسیه را می‌گیرند، اساساً معلومات عالی دارند و متخصصان این یا آن ساحه می‌باشند و این تهدید اساسی برای کشور در رابطه با خروج ذهن‌ها است. گفته شده است در مواد نشر کرده رادیوی آزادی. در بین اکثر آدمانی که شهروندی روسیه را از اول سال 2016 تا 3 ماه اول سال 2020 گرفتند، تاجیکان در جای سوم قرار دارند. اطلاع می‌دهد RBK با استناد به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه حصه آنها در بین شهروندان نوی روسیه 10% یا اینکه 146 از 11000 نفر را تشکیل می‌دهد. نشریه سخنهای معاون سابق خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه ویچسلاف پاستاونین را اقتباس می‌آورد که تمایل افزاینده را با قبول کنسپسیای نوی سیاست دولتی مهاجرتی فدراسیون روسیه برای سالهای 2019-2025 ifade کرده است که جلب 5-10 میلیون نفر را به روسیه پیش بینی می‌کند. از سال گذشته تمایل مذکور به زیادشوی شماره شهروندان بنابر وضع دشوار دموگرافی شروع گردیده بود، قید کرد کارشناس. تا این وقت در منطقه هر سال 200-300 هزار نفر به شهروندی قبول می‌شد. در آغاز ماه اکتبر سال 2019 روسیه ترتیب گرفتن شهروندی را برای متخصصان صاحب اختصاص در سطح قانونگذاری ساده گردانید و این به گفته کارشناسان از کشور خروج شدن ذهن‌ها و نرسیدن متخصصان بلند اختصاص برای کشور خطر جدی دارد. مثلا سال گذشته سابق وزیر معارف تاجیکستان نورالدین سعید ضمن نشستی مطبوعاتی درباره نرسیدن آموزگاران حرف زده بود. با گفته او اهالی می‌افزاید و بسیاری از آموزگاران یا به نفقه می‌برایند یا به رخصتی دکرتی و یا کشور را ترک می‌کنند. گذشته از این طبق معلومات وزارت تندرستی در کشور نارسایی شدید کارمندان ساحه طب به خصوص طبیبان عائلوی به نظر می‌رسد. طبق گفته‌های سابق وزیر تندرستی تاجیکستان نسیم عالمزاده، شماره مذکور 79.7% از احتیاجات اساسی تشکیل می‌دهد. تمایل مذکور را نمی‌توان مهاجرتی عادی نامید. این یکی از راه‌های اساسی خروج ذهن‌ها میباشد، زیرا در این برنامه افضلیت به متخصصان داده می‌شود. تاجیکستان کشوری نیست که دارای نیروی بزرگی ذهنی باشد. اگر روسیه متخصصان بهترین ما را ببرد، در آینده این عاقبت‌های منفی خواهد داشت، میگوید کارشناس ارشاد سلیمانی. من این کار نمیکنم، متاسفانه احیان این خیلی حادثه ها رو